بودن لذت ببریم و فرکانس مثبت بفرستیم برای هم دیگه. فال امروزمون رو شروع میکنیم با فروردین ماه. فال قهوه نیت کنین تا برعکسش کنیم. فروردین ماهی عزیزم برای مجردین قول و قرار عقد و نامزدی دیده میشه، البته با بروز مشکلاتی خیلی کوچیک ولی در نهایت با مدت زمانی حل میشه و نتیجه خوبی داره. از کسی که دور هستش به سمتتون یه خبری میاد از طرف یه آقایی که میتونه در مورد موضوعاتی کاری و اداری، اقتصادی و احساسی خبری برسه که خوبه، نتیجه خوب داره. شخصی که قابل اعتماد شما هست، انسانی مسئولیت پذیره. توی روابط احساساتیتون حس خوب میگیرین. واسهتون یه دوراهی افتاده ولی نتیجه خوبی داره. یه مبلغی افتاده واسهتون که به زودی به دستتون میرسه. فال امروزتون فوق‌العاده است. راه و روش عالی واسهتون افتاده. امیدوارم که همه چی براتون خوشیوم باشه و فرکانس‌های مثبت بفرستین تا نتیجه خوبی بگیرین. اردیبهشت ماهی عزیزم نیت کن. اخبار خوشی در زمینه‌های مختلف دریافت خواهیم کرد. اگه مجرد هستین یا مجردی توی خونه دارین، به زودی جشن و شادی یا خواستگاری یا نامزدی دارین. خیلی زود اتفاقای خوب واسهتون میفته. موفقیت در مورد یک کار یا کار گروهی براتون افتاده. خرید خونه یا خونه‌ای که دارین یا در حال ساخته واسهتون مثبت افتاده، به زودی کارش انجام میشه و به پایان میرسه. یه دوره همی واسهتون افتاده که تقریبا میشه گفت 4 نفر هستین که یه شخص پنجمی قراره وارد اون دوره همی و جمعتون باشه که امکان داره بخواد یه جورایی موش بدونه یا اینکه جاسوسی بکنه. مراقب باشین که کسی بهتون آسیب نزنه. یه دلتنگی افتاده واسهتون که به زودی با یه سورپرایز خیلی خوب رفع میشه. فرکانس‌های مثبت بفرستین که بتونین حس خوب دریافت کنین. خرداد ماهی عزیزم نیت کنین. خب خبری که در زمینه مالی یا تحصیلی یا احساسی هست باعث خوشحالی شما میشه، ولی در پس این موقعیت مشکلاتی هم در راه دارین، ولی باید اراده قوی داشته باشین و تلاش کنید تا به موفقیت بعدیتون برسین. اگه قصد سفر یا تجارت و یا سرمایه گذاری در کاری دارین، در کل معامله واسهتون افتاده که باید احتیاط کنید. از شخصی که قراره با شما رو در رو بشه در این زمینه حتما باید آگاهی کامل و اعتماد به نفس داشته باشین. توی رابطه احساسیتون دوست داشتین که رابطتون دو طرفه باشه. یه جورایی هست ولی باید بیشتر تلاش کنید واسه عشقی که دارین. امیدوارم که فرکانس مثبت بفرستین تا اتفاقای خوب واسهتون بیفته. تیر ماهی عزیزم نیت کنید. خب از نظر روحی جسمی کسالتی رو براتون میبینم. یه مشکلی هست که رفت میشه. امضای سند یا قراردادی که ممکنه با تأخیر و یه سری مشکلات باشه ولی درست میشه. منتظر خبر یا پولی هستین که بهتون میرسه. گاهی اوقات حسرت روزای گذشته رو میخورید و به خاطرات خوبی که داشتین فکر میکنین. خبری بهتون میرسه که ممکنه ناراحتتون کنه. توی رابطه عاطفیتون دوست داشتنی رو میبینم که خیلی کمرنگ شده. یه فاصله دلتنگی افتاده واسهتون. حالا تا 5 وعده واسهتون یه سری شگفت انگیزی و یه سری سورپرایز میبینم که هم خودتون و هم اطرافیانتون رو سورپرایز میکنه. خوشحالی رو براتون میبینم. یه سورپرایز بزرگ توی روابط احساسیتون کمرنگی هست ولی امکان این که بازگشت داشته باشینم وجود داره.
امیدوارم که فرکانس‌های مثبت بفرستین تا حال دلتون خوب باشه. مرداد ماهی عزیزم نیت کنید. خب. امکان رفتن به یه مسافرت رو براتون میبینم یا مهیا میشه. با شخصی دیدار و ملاقات میبینم براتون. شخصی رو که دوستش داری متقابلا دوستتون داره. موانعی از سر راهتون برداشته میشه و راه براتون هموار میشه. شخصی بهتون در حال مشکلاتی که دارین کمک میکنه. به زودی قراره ملاقاتی رو دارین که شخصی که دوستتون داره رو میبینین. تماس یا پیامی دریافت میکنین که ناراحتیتون رو کاهش میده. سنگینی دیده میشه براتون. یه راه قانونی دارید که تا 7 وعده دیگه حل میشه. توی رابطه احساسیتون جدایی و بحث دیده میشه، اما در عین حال براتون معجزه و خوشحالی هم افتاده. یک تماسی دارین که خیلی خوشحالتون میکنه. امیدوارم که فرکانس مثبت بفرستین تا اتفاقات خوب براتون رقم بخوره. شهریور ماهی عزیزم نیت کنین. یه پول بزرگی از سمت یه آقایی به شما میرسه که واقعا خوشحالتون میکنه و یا اگه قول پول بزرگی رو بهتون دادن به قولشون عمل میکنن و براتون غیر قابل باور میشه. خب برای آقایون بلا تکلیفی افتاده توی محیط کار یا کاری. یه شخص اردیبهشت ماهی دوستتون داره. دست به دعا شدید که حاجت روایی براتون افتاده. شخصی دوستتون داره که نسبت به شما عشق زیادی داره. اطرافتون توی یه محیطی که هستین اشخاصی هستن که نسبت به شما حسادت میکنن. به یک جمع یا یک شلوغی خواهید رفت که ممکنه یک مهمونی یا جشن باشه که خوشحالتون میکنه. پیشنهاد کاری رو بهتون میکنن. خب از لحاظ درآمدزایی خوبه، ولی امکان داره روی روابط احساسیتون یه خورده اختلال بندازه که اعصابتون رو به هم بریزه. حالا شاید قبول نکنیم بهتره. خب خوشحالی و خوشیومنی براتون میبینم. امیدوارم که فرکانس مثبت بفرستین تا که حال دلتون خوب باشه. مهر ماهی عزیزم نیت کنید. مهر ماهی عزیزم یه موفقیت توی تحصیل براتون افتاده. در یک جشن و شادی شرکت میکنید یا برای خودتون یا یکی از نزدیکانتون هستش. با کسی در جنگ و دعوا هستین که موقعیت به نفع شما پیش میره و طرف مقابل کوتاه میاد. توی رابطه احساسیتون عشق و علاقه دو طرفه بینتونه. سعی کنین صداقت داشته باشین و کاری رو انجام بدین که چیزی بینتون پنهون نمونه. برای مجردین خانوم پیشنهاد ازدواج میبینم از طرف آقایی که وضع مالی خوبی داره. تقریبا میشه گفت قد متوسط رو به بلند، ولی سوپر حالا بهشون میخوره که اخلاق خوبی هم دارن. موقعیت خوبیه براتون. توی رابطه احساسیتون بهتون فکر میکنن. به زودی دیدار یا تماسی رو دارین که خوب پیش میره. امیدوارم که فرکانس های مثبت بفرستین تا اتفاقات خوب براتون بیفته. آبان ماهی عزیزم نیت کنین. خب امتحان و آزمونی رو براتون میبینم که شما رو خیلی نگران کرده، که یه ترس و استرس رو توی دلتون انداخته. براتون شادی و جشن میبینم. توی رابطه احساسیتون کمی آشفتگی و به هم ریختگی وجود داره که رفع میشه. خانمی به شما کمک میکنه. از کسی دور هستین که از طرفش خبری بهتون میرسه. این روزها یه مقدار دچار دلتنگی شدین. توی مسیر کاری و مالی یه اتفاق عالی براتون میفته.
این اتفاق باعث میشه زندگیتون به زودی زیر و رو بشه. بهتره که یه تصمیم جدی برای زندگیتون بگیرین تا زودتر خودتون رو از این بلا تکلیفی نجات بدین. توی رابطه احساسیتونم دوست داشتن رو از طرف دو نفر میبینم که فاصله بینتون از بین میره. امیدوارم که فرکانس مثبت بفرستین تا اتفاقات خوب براتون بیفته. آذر ماهی عزیزم نیت کنین. خدا یه نظری به شما داره که خطر و ناراحتی رو ازتون دور میکنه، ولی این بدین معنی نیست که هر کاری که بخواین انجام بدین. برای کاری که میکنید اولویت راه درست و تصمیم درست رو انتخاب کنید. در هر کاری که میکنین، حتی اگه کار خیر و خود پسندانه‌ای باشه، حداقل تعادل داشته باشین. شما از چشم بد به دور هستین و هر کس بخواد به شما ضربه بزنه خودش گرفتار میشه. با اینکه حسودای زیادی داریم ولی شما محافظ دارین. خدا یه مدل دیگه ای داره بهتون نگاه میکنه و خیلی خوشحال باشین. پول و برکت به زودی به زندگیتون میاد. واسهتون یه نذری افتاده که باید اونو ادا کنین تا یه سری بلاها ازتون دور بشه. ارتباطتون رو با خدا بیشتر کنین. توی رابطه احساسیتونم رابطه یه مقدار بحث و دلخوری افتاده که کوتاه مدت و رفت میشه. امیدوارم که فرکانس‌های مثبت بفرستین تا اتفاقای خوب براتون بیفته. دی ماهی عزیزم نیت کنین. خب سوء تفاهمی پیش اومده که باعث شده یه مقدار حال روحی شما بد بشه. خانمی قصد داره به شما صدمه بزنه ولی موفق نمیشه، چون برای شما اتفاقات خوب در راه هستش. تغییر تحول خیلی عالی، پیشرفت در زمینه کاری مالی دارین. به مراسم جشن یا عروسی یا تولد دعوت میشین که کادو بین شما و کسی رد و بدل میشه. اگه شخصی یا عزیزی از کارتون رفته، از توی اون کاری که انجام میدین بازگشت داره، برمیگرده به سمتتون. یه خبر دارین که به زودی دریافت میکنی. اتفاقات خوبی در راهه. توی رابطه احساسیتونم اگه فاصله دارین، آشتی براتون افتاده، دیدار دارین، امکان رفتن به یه سفر رو دارین که واسهتون خیلی خوشحال کننده است. امیدوارم فرکانس مثبت بفرستین تا اتفاقات خوب براتون بیفته. بهمن ماهی عزیزم نیت کنید. بیقراری دلتنگی رو واسه شریک احساسیتون میبینم. کسالت یا بیماری افتاده که به زودی شفا و بهبود براتون میبینم. مجردین عزیز واسهشون یه خواستگار میبینم یا ازدواج میبینم. قصد انجام کاری رو دارید که عالی براتون پیش میره. دست به دعا شدید برای کسی که حاجت روایی رو میبینم براتون. کسی بهتون پیشنهادی میده که خوشحالتون میکنه. سفر براتون افتاده، یه جشن، مهمونی، یه قفل یا کلید افتاده براتون که گشایش مشکلات حل میشه. یه کار دادگاهی قانونی افتاده که اونم حل میشه. فرکانس مثبت بفرستین تا واسهتون اتفاقای خوب بیفته. اسفند ماهی عزیزم نیت کنین. روی تصمیم مهمی که گرفتین تمرکز کنین. عالی و موفقیت براتون افتاده. خبر بارداری برای خانمای متأهل، برای خودتون یا یکی از عزیزانتون. بی اندازه خوشحالی رو براتون میبینم. از یه بلا تکلیفی خارج میشین که مدتی هست که فکرتون رو مشغول کرده. اگه قصد دارین کاری رو انجام بدین، آسایش رو براتون میبینم. توی مسیر مالیتون یه تغییر مثبت میبینم. اگه قصد دارین که کاری رو انجام بدین، انجامش بدین. خیلی واسهتون خوب میبینم. یک سفر براتون افتاده که حال دلتون خوب میشه. توی رابطه احساسیتون بهتون ابراز علاقه میشه ولی ممکنه مدتی هم از هم دور باشین. امیدوارم که فرکانس مثبت بفرستین که حال دلتون خوب بشه.